دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. از سیما آکادمی استاد دارا سره‌زاری در خدمتتون هستم. تو این ویدیو میخوام نحوه ساخت اکانت توی اوپنسی و نحوه اتصال کیف پول به اوپنسی رو براتون توضیح بدم. قبل هر چیزی بهتون بگم که بچه‌ها حتما برای ورود به اوپنسی با فیلتر شکن آی پی ثابت وارد شید. خیلی اوپنسی خیلی حساسه و امنیت فوق العاده بالایی داره. ممکنه اکانتتون رو بند کنه، به اصطلاح یا میشه گفت مسدود کنه. اوپنسی یه جوری از لحاظ سیستم امنیتی این بایننس و کوچیکترین حساسیتی توش ایجاد شه 100% اکانتتون رو بند میکنه. واسه همین حتما با فیلتر شکن آی پی ثابت وارد شید، چون که خب بزرگترین پلتفرم خرید و فروش NFT طبیعیه که انقدر امنیت بالایی داشته باشه. خب پس حتما این نکته رو در نظر بگیرید. وارد سایت opensea.io میشیم. این بالا دوستان ببینید یه گزینه هستش، یه دایره شکله که عکس یه آدمه، اینجا پروفایل داره. روی گزینه پروفایل میزنید، این صفحه براتون باز میشه. به کیف پول متامسکمون وصل میکنیم. از لحاظ وصل کردن خیلی پروسه ساده ایه. یعنی حالا ما قبلا چون وصل شدم الان ازم تاییدیه نمیگیره دیگه. شما این صفحه که براتون باز میشه متامسک رو که بزنید، رمز ورود متامسکتون رو میزنید، ازتون یکی دو تا تاییدیه میگیره که ساینین میکنید و وارد میشید، وارد اکانت میشید و همون موقع یه دونه اکانت نرمال براتون میسازه. نگاه کنید الان ما حالا چون میگم قبلا با وارد شدیم ازمون تاییدیه نمیگیره این هاشش. الان روی گزینه اوپنسی زدم، گزینه متامسک زدم، خودش وارد اکانت هم شد. حالا من میخوام این از نحوه ورودش، یعنی از نحوه اتصال متامسک به اوپنسی که اصلا چیز پیچیده ای نیستش. حالا میخوام بهتون نشون بدم که چجوری باید این پروفایل بسازید. حالا ما قبلا یه پروفایل فیک ساختیم، ولی خب حالا الان براتون ادیتش میکنم و ببینید که چجوری باید پروفایل بسازید. ببینید دوستان این گوشه یه 3 نقطه هستش. روی این 3 نقطه که میزنی گزینه ستینگ رو میزنید. گزینه ستینگ رو که میزنید ازتون متامسک تاییدیه میگیره. خب ساین رو میزنید، اینجا وارد ستینگتون میشه. تمام کارهایی که شما برای پروفایلتون میخواین انجام بدید تو این صفحه باید انجام بدید. ببینید اینجا پروفایل ایمیجتونه که اینجا میتونید عکس برای پروفایلتون بذارید. نگاه کنید روی این عکس که بزنید وارد دسکتاپتون میشه و میتونید فایل عکستون که حالا میتونه PNG باشه، میتونه JPEG باشه، میتونه فرمت هایی که خودش توضیح داده رو انتخاب کنید و به عنوان پروفایل ایمیج بذارید. اینجا پروفایل بنره، کاور پشت عکس پروفایلتون میشه. یعنی الان نگاه کنید، من اینجا یه بار بهتون نشون بدم. نگاه کنید اینجا این دایره‌ای که می‌بینید این میشه پروفایلتون، عکس پروفایلتون که میتونید انتخاب کنید. این مستطیله میشه کاورتون که شما هر عکسی رو که بر اساس فرمت و بر اساس حجم و بر اساس سایزی که اوپنسی از پیش تعیین کرده انتخاب کنید میتونید بذارید و هیچ مشکلی نداره. پس این شد تا اینجای کار. ببینید این عکس پروفایله که ما یه دونه بک‌گراند مشکی گذاشتیم و پروفایل بنر کاور پشته که اونم یه دونه بک‌گراند آبی گذاشتیم. خب اینجا ببینید یه دونه یوزر نیم ازتون میخواد. یه یوزر نیمی که حالا مثلا ما میذاریم آلند 021. یه یوزر نیم میگم حالا مهم نیست، چون ما این اکانتمون فقط برای ساخت این ویدیوه یه یوزر نیم فیک میذاریم. اینجا گفته یه بیوگرافی از خودتون بنویسید که هر چیزی که اطلاعاتی که میخواین بذارید روی صفحه برای اینکه کسایی که میخوان بازدید کنن از پروفایلتون و ببینن پروفایلتون رو به خودتون رو بشناسونید از طریق اون بیوگرافی میتونید توی این کات بنویسید. اینجا یه دونه ایمیل میخواد که ایمیل آدرستون رو میزنید. حالا میگم بستگی داره که اکانتتون برای چه کاری باشه. میتونید همون ایمیلی که برای مثلا یه موقع از یه نفر است برای یه ایمیل جدا برای ساخت کالکشنش داره، یه ایمیل برای یه سری کارهای دیگه‌اش داره. ایمیلی که میخواین برای این اکانتتون بذارید و اینجا وارد میکنید. اینجا ببینید 2 تا گزینه داره، اینستاگرام و توییتر، که میتونید روی کانکتش بزنید و وصلش کنید به اون. مثلا من میخوام یه دونه کالکشنی بسازم، این الان اکانت برای ساخت کالکشنمه.
توییتر هم پستش برای کالکشنم. میام اینجا میخوام وصل کنم اکانتمو به توییتر همون کالکشنم. خیلی راحت اینجا میاد خودش روی کانکه بزنید وارد این صفحه میشه، ازتون یوزرنیم توییترتون رو میخواد، پسوردش رو میخواد و اینجا روی اتورایز که بزنید وصل میشه به همین راحتی. روی اینستاگرام هم همینجوره، آیدیتون رو میزنید و وصل میشه. اینجا اگر وبسایتی دارید میتونید بزنید و اونم لینکش کنید. اینجا آدرس ولتتونه که خورده و به همین راحتی، اصلا چیز خاصی نیست. حالا دوباره اینا من چون یه بار اومدم سفر رو عقب، دوباره اینا دوباره واردش میکنم. اینجا بهتون پیغام میده که برای وریفای ایمیلتون یه دونه پیغامی اومده به ایمیلتون که باید وارد ایمیلی که اینجا وارد کردید بشید و وریفای رو بزنید و به همین سادگی میبینید که اگر این کارو بکنید اکانتتون ساخته میشه و همه این کارهایی که انجام دادید روی پروفایلتون میاد. خب دوستان الان وارد اکانتتون که بشید، از این به بعد که دیگه سیو انجام شده، هر تایمی که وارد اکانتتون بشین و وارد پروفایلتون بشید تمام اون اطلاعاتی که سیو کردید رو میبینید. ببینید عکسیه که روی پروفایلتون گذاشتید، عکس بنریه که گذاشتید، آدرس کیف پولتون اینجا هستش. این زیر توضیحات همون بیوگرافیتون میاد که هر چقدر بیشتر بخواید توضیح بدید از خودتون میتونید اینجا کادرتون رو محتوای بیشتری بذارید. حالا من یه خط نوشتم آیم NFT کریتور که اینجا اومده و اینجا هم اسم اکانتتونه که همون یوزرنیمتونه، آلن 021. به همین سادگی، هیچ چیز پیچیده ای نداره. سعی میکنیم که تو ویدیوهای بعدی توضیحات بیشتری بدیم راجع به خرید و فروش، راجع به نکات ضروری اوپنسی. امیدوارم که این کلیپ براتون مفید بوده باشه. حتما کانال تلگرام ما رو عضو بشید، کانال یوتیوب اون رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوها و محتواهای مفیدی که توی این دوتا کانال میذاریم بتونید استفاده کنید. شاد و موفق و پیروز باشید.